از دیرباز یکی از ویژگی‌های برجسته مردم ایران هوش و زیرکی‌شان بود. امروز می‌خواهیم داستان یکی از مهمترین غنیمت‌هایی که در تاریخ گرفته شده است را نقل کنیم. اگر شما بدانید صلیبی را که عیسی بر آن به صلابه کشیده شد مدتی در ایران بوده و یا شاید هنوز هم باشد، چه احساسی پیدا می‌کنید؟ بله، واقعیت دارد. خسرو پرویز ساسانی در سال 614 پس از فتح اورشلیم بقایای صلیب عیسی را با خود به غنیمت آورد و در شهر تیزفون نگهداری کرد. بعدها در سال 628 در جریان شکست خسرو پرویز از امپراتور بیزانس هراکلیوس صلیب را پس گرفت و در سال 630 به اورشلیم بازگرداند. با این حال بسیاری از پژوهشگران معتقدند صلیبی که به اورشلیم بازگردانده شد صلیب راستین نبوده و نسخه اصلی آن هنوز در ایران است، چرا که احتمالاً ایرانی‌ها صلیب راستین را سهواً یا عمداً گم کردند و صلیبی که به اورشلیم برده شده جعلی بوده است.